من یه فکر بکر دارم. خیلی وقتی که مسافرت خانوادگی نرفتیم. بیاید بریم مسافرت. وایسا. بابا عمو جان حالتون خوبه؟ صدامو میشنوین؟ پاشو برو کنار ببینم. برو مراقب کنار. رفتارت باش. تو چی گفتی؟ اول باید خواهرم ازدواج کنه. چرا نمیتونی یکی رو پیدا کنی بیاد خواستگاریت خواهر؟ یه طوری حرف میزنین انگار توی این روستا همه شاهزاده رویاهان و من پسشون میزنم. خدای من. ترسوندمت مگه نه؟ مثلا جنابالی دنبال چه جور مردی میگردین؟ شاید یه مرد زمخت و خشن و سیبیلو، یا شاید هم یه مرد رمانتیک و آروم و خوش اخلاق. کدومو دوست داری؟ محض رضای خدا. تو همش سوالی احمقانه میپرسی امینه. دیگه ازم چیزی نپرس.